سلام دوستان، من سحر زرینکار هستم، طراح گرافیک و مشاور برندینگ. امروز قراره که 0 تا 100 طراحی یک لوگو استاندارد رو با هم دیگه ببینیم که به چه صورتی هستش. و قبل از هر چیز شما باید یک جلسه مشاوره با کارفرما حتما بذارین، در مورد بریفی که در نظر گرفتن، هویت و کانسپتی که برای برندشون در نظر گرفتن صحبت بکنین. قبل از اینکه بریم سراغ توضیحات بیشتر، خیلی خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و ازم حمایت بکنید تا انگیزه بیشتری بگیرم و بتونم بیشتر براتون تولید محتوا بکنم. خب قبل از طراحی لوگو ما نیاز داریم که یک مودبورد درستی رو داشته باشیم. حالا مودبورد چیه؟ مودبورد نقشه راه ما هستش که با توجه به بریفی که از کارفرما گرفتیم میریم یه سری عکس‌ها رو، یه سری نمونه لوگوها، پکیجینگ که همه اونها بعد حال و هوای همون تمی که کارفرما دوست داره، حالا توی جلسه مشاوره بهمون گفته اون تم رو داشته باشن، اون حال و هوا رو داشته باشن. پس میریم که اون عکس‌ها رو سرچ بکنیم و در واقع مودبوردمون رو بسازیم. مودبورد خیلی به ما کمک میکنه که خیلی راحت‌تر بتونیم خواسته کارفرما رو برآورده کنیم و در واقع سلیقه کارفرما هم دستمون میاد. برندی که امروز قراره براشون طراحی لوگو انجام بدیم برای شال و روسری و اکسسوری هستن و خیلی دوست دارن که تم بوهمیان در هویت بصریشون کاملا نمایان و مشخص باشه. کلا این تم خیلی مورد علاقهشونه، چه از پالت رنگی چه خود عناصر بصری تم بوهمیان، و ما هم باید سعی بکنیم که توی طراحی لوگو این نکات رو رعایت بکنیم و بریم ببینیم که چی میشه. خب بچه‌ها، گفتم میز کارم هم بهتون نشون بدم. خب پلنر که همیشه کنار دستمه، یعنی کنار لپتاپم یا روی میزم هست، برای اینکه همیشه برنامه رو چک میکنم و برنامه ریزی میکنم. و یه سری مارکر رو خودکار دارم که حالا خیلی استفاده میشه تو نوشتن و اینا، خیلی کمکتون میکنه که حالا بخواین نوتی بنویسین، یادتون نره چیزی یادداشت بکنین. و لپتاپ که عضو اصلی کار هر گرافیستیه و همیشه حالا اول صبح کافی، ولی کلا یه لیوان آب کنار دستتون باشه، واسه اینکه ماها خیلی پشت سیستم میشینیم و یادمون میره که زیاد آب بخوریم. برای اینکه آب بدنمون کم نشه یادتون باشه که یه لیوان آب کنار دستتون باشه. من اینو بذارم اینجا و بریم که شروع کنیم. برای ساخت مودبورد من همیشه از پینترست، حالا سایت های دیگه هم هستن ولی واقعا هیچ غنی‌تر از پینترست نیست. من خودم از پینترست ایده میگیرم، اینجا خود دارمش. حالا میتونین پینترست رو سرچ بکنین، همون سایتی که براتون میاره، و اینم لوگوش به شکل پی هستش. ما میخوایم یه لوگوی رو طراحی بکنیم که طبق چیزایی که گفتیم این لوگو به اسم تابان هستش و تم بوهو داره و حالا میخواد فرم ما هم توش دیده بشه. پس من اینجا سرچ میکنم بوهو لوگو تا یه سری لوگوهایی که به شکل بوهمیان هستن رو اول ببینم برای ایده گرفتن. خب میبینید که چقدر براتون لوگو، ببینین رنگار هم حتی میتونین اینجا نگاه بکنین که اصلا تم بوهمیانه، همه حال و هوای تم بوهمیان داره و خیلی رنگاییه که برای طبیعت هستش. رنگ سبز، رنگ آجوری، کرم، این توناژ رنگا هستن و لوگوهای خوبی هم آورد. مثلا یه لوگو رو انتخاب میکنم برای مثال. بچه من این لوگو رو هم دوست داشتم، هم رنگش و هم حالا فرمتش رو که میبینین، هم حالا اون کروی که داره اون صمیمیت رو میتونه یه کوچولو نشون بده و حالا رنگش کاملا بوهیمیانه و این فرم سی که به شکل حالا ماه یا خورشیده مطمئن نیستم، ولی خب این تابشش که مال خورشیده ولی هلالش هلال ماهه. حالا میتونه به عنوان ایده خوب باشه توی مود بوردمون. من دانلودش کردم، اینم جالبه، اینو دانلود میکنم چون محصولی که این برند میخواد بفروشه محصول حالا روسری و شال و اکسسوری هستش. من سعی میکنم که اینا رو بیشتر توی فوتوشات قرار بدم تو مود بوردم. شاید بنویسم بوهو اسکارف یا حتی اکسسوری هم میتونین بنویسین. حالا جفتشو میزنم ببینم که چی میشه. این خیلی بامزه است، بخواد توی مود بردم باشه. هم رنگش هم حال و هوای بوهمیان داره، همین لباسی که تنشه. این رو دانلود میکنم.
خب حالا اومدم اکسسوری سرچ کردم و خیلی اکسسوری بامزه‌ای آورد. حالا این فوتوشات رو خیلی دوست دارم خودم. قشنگ اکسسوریا رو توش نشون داده، کاملا حال و هوای بوهمیان داره و این به نظرم خیلی استایل قشنگ بوهمیانه. این عکس رو هم دوست داشتم، توش کلاه هم داشت، اکسسوری هم داشت و حتی اکسسوریاشو ببینین هم به تابان میخوره هم مثلا کاملا سوال بوهمیان داره. خب بچه ها، برای کشیدن یک مود بورد ما اول میایم توی نرم افزار ایلستریتور و یه سایز A4 یا آرت بورد A4 در نظر میگیریم، میسازیم و تمام عکسایی که حالا سرچ کردیم توی پینترست رو آوردم اینجا که حالا میخوام جاسازیشون بکنم. برای اینکه اینا رو بتونیم راحت تر بچینیم نیاز به یک حالا گریدی داریم که میریم از ابزار رکتنگل تول کمک میگیریم و این قسمت رو شیفت رو میگیرم یه حالت اینجوری رسم میکنم و بعدش میریم تو قسمت آبجکت و path و split into grid رو میزنیم و این قسمت حالا اول پریویو رو بزنم که ببینین هر تغییر که میخوام انجام بدم اینجا اعمال میشه. این قسمت تعداد ردیف هستش، این قسمت تعداد ستون. من میخوام 3 تا ردیف و 3 تا ستون داشته باشم و فاصله ستون و ردیف ها رو هم 10 میذارم، هر کدوم رو 10 میذارم و اینجا کامل داره نشون میده و بعد اوکی رو میزنم. بعد شیفت و آلت رو میگیرم و حالا یکم میخوام کوچیکش بکنم. الان فکر میکنم که این کاملا اوکیه. حالا برای اینکه ما تک تک این عکس‌ها رو میخوایم بندازیم، خب داخل اینا برای اینکه اینا همه زیر بمونه گاهی اوقات پیش میاد که مثلا این میفته روی در واقع مربع ما. همه این قسمت رو میگیرم، بعد با شیفت و این پرانتز کوچیکه رو اگه بگیرین اینا همه میان رو. الان من میخوام که ردیف اولم شامل لوگوها باشه. لوگوها رو میارم اینجا دیگه. یه لوگو هم این سمت مونده. خب لوگوها رو آوردم و از بین این لوگوها من خیلی دوست دارم که اول این لوگو سبز حتما باشه. بعد بذارین نزدیکترش بکنم. ببینین اینجا این قسمت من عکس گذاشتم زیر این مربع سیاهه، دوتا رو با هم میگیرم، یک کلیک راست میکنم و گزینه میک کلیپینگ ماسک رو اگه بزنم این میره داخل اون ماسک میشه. حالا این قسمت رو میبینی الان درست نیست، مثلا دوست دارم یکم نزدیکترم باشه. یه دابل کلیک که بکنم میتونم این رو داخلش تغییر بدم و حتی اگه شیفت رو بگیرم یکم بزرگترش بکنم تغییرش بدم، فکر کنم اینجا الان جاش خوبه و دوباره دابل کلیک میکنم و این دیگه اوکی میشه. و برای بعدی دوست دارم از بین این لوگوها این رو انتخاب بکنم. این نارنجیه، حالت آجوری داره، اینو دوست دارم. دوباره همون اتفاق رو تکرار میکنم. میک کلیپینگ ماسک، دابل کلیک میکنم یه کوچولو، اینجا اوکیه. این رو هم اوکی کنیم. خب الان لوگوهای من اوکیه. حالا دلم میخواد که وسط عکس‌ها رو بذارم. این دوتایی که مطمئنم و اول میخوام این قسمت یکم باید بزرگش کنم. شیفت و آلتو که بگیرم میتونم که بزرگش کنم. اینجا الان فکر میکنم که آره این اینجا جاش خوبه و این هم این قسمت. خب الان اینا اوکی شد. حالا برای قسمت پکیجینگم
اینو خیلی دوست دارم که باشه. خب اول اینو میارم اینجا و میک کلیپینگ ماسک رو میزنم، دابل کلیک میکنم و این اینجا به نظرم اوکیه و این هم برای این قسمت. اوکیه. حالا برای وسطیش نمیدونم که اینو انتخاب بکنم یا این رو. میتونم امتحان بکنم. اول این شاپینگ بگا رو بذارم و ببینم که چطور میشه. آره به نظرم همین اوکیه و دیگه عکسای اضافی رو پاک میکنم. تا اینجا عکسامون اوکی شد. بریم سراغ نوشته ها. یه سری اطلاعات بعد این پایین بذاریم. خب بچه ها تو این قسمت من اومدم توضیحات مودبورد رو نوشتم که در مورد هر آنچه که قراره که کارفرما ببینه هستش توی این مودبورد، که همونطور که میبینید نوشتم که در این مودبورد از پالت رنگی تم بوهو استفاده شده که حس آرامش و طبیعت گرایی رو به مخاطب انتقال میده. این گرایش افتاده این سمت، اینو یکم بکشم که آره بهتر بشه. در تایپوگرافی ها از علمان های بوهو و عناصر طبیعت استفاده شده که حس گرما، طبیعت، دوستی رو نشون میده. من اینجا دوبار چه خوب شد که خوندم و این ایراداتم اینجا دوبار نوشتم. طبیعت، دوستی و گرما رو نشون میده و فونت ها فرم کرو و صمیمی دارن. همچنین پکیجینگ و هویت بصری انتخاب شده با حال و هوای بوهو شامل المان هایی از عناصر طبیعت هستند که در کنار رنگ های گرم و ملایم حس آسودگی و الهام بخشی رو به مخاطب منتقل میکنن و فوتوشات ها در طبیعت و با استایل بوهو گرفته شده. حالا خود رنگا رو هم میتونستم بنویسم، اما چون میخوام این قسمت در سمت چپ مودبوردمون الان یه پالت رنگی درست کنم، دیگه اسم رنگ ها رو نمی نویسم. باز هم ما یک مستطیلی میکشیم این قسمت اینجوری. حالا فکر میکنم ارتفاعش تا همین قد کافی باشه و میریم سراغ آبجکت. این قسمت پث و split into grid که حالا اینجا من میخوام پریویو رو نزدم میخوام که 4 تا ببخشید اینو 0 بذارم. 4 تا رنگ میخوام انتخاب بکنم و حالا فاصله 5 تایی کافیه. این 4 تا رنگ رو میخوام از مود بوردم بگیرم. این اندازه اوکیه. خب اولی رو میرم اینجا و این ابزار رو برمیدارم و مثلا با این رنگ سبز شروع بکنیم، حالت سبز خاکی، این سبزی که زردی روش بیشتره و رنگ آجوری. حالا رندوم من این رنگا رو از تو عکسامو که هر عکسی رو روش انتخاب بکنم برام خب میاره اون رنگایی که من میخوام. اینجوری رندوم این رنگا رو انتخاب میکنم و یه حالت کرم هم میخوایم داشته باشیم. کدوم کرم بهتره؟ نه این خوب نیست. این باز بد نیست ولی اون کرمی که میخوام هم نیست. حالا من اینجا الان رنگا رو خواستم که بهتون نشون بدم که از اون عکس اول انتخاب میکنیم، بعدش هر کدوم از این رنگا رو که انتخاب کردیم از قسمت ویندو کالر رو پیدا بکنیم، کالر گاید. خب من الان رنگ سبزم رو انتخاب کردم ببینم که تینتا و شیدایی که بهم داده اینا هستش، ولی کرماشو من هنوز دوست ندارم. بذار از رنگ این پایینم که نه اینا رو هم دوست ندارم. بذار از رنگ آجوریم کمک بگیرم ببینم که چه کرمایی بهم میده. بذار زرشکی رو انتخاب بکنم ببینم چه کرمی بهم میده. بگم این کرمه باز
تر باشه. نه این که نه. همینجوری هی باید واقعا بگردین تک تک رنگا رو، تینت و شیداش رو بگردین ببینین که چه رنگی مناسب تره. من الان کرم دلخواهم رو هنوز پیدا نکردم. به نظرم هم کرم داشته باشیم هم خردلی بهتره. آره فکر میکنم که این اوکیه. و حالا اینجوری باید با رنگا بازی کنین که اون چیزی که میخواین در نهایت، اون پالت رنگی که میخواین در بیاد. و توضیحات مودبورد رو هم که در کنارش نوشتیم. و این هم کار نهایی که مودبوردی که میخواین نشون بدین. بچه من امروز تک مودبورد درست کردم. بستگی به این داره که حالا کارفرمای شما بریف کامل بهتون بده یا نه. کارفرمای این برند کاملا چیزی که میخواست رو به من داده بود، یعنی بریفی که میخواستم رو به هم داده بود. گفته بود که از چه عناصری، چه سبکی، چه رنگهایی و حتی المانی که دوست داشت باشه و اون حالت صمیمی که داشته باشه، طبیعت گرا باشه، حالت گرما رو بده و هر آنچه که میخواست رو به من داد و این باعث شد که من یک مودبورد درستی رو بتونم براشون درست بکنم، با توضیحات براشون بفرستم که اگر مورد تاییدشون بود همین سبک رو بریم جلو و اتودها تو همین حال و هوا باشه که حالا بهتون اتود زدن و اینها رو هم نشون میدم. اما گاهی اوقات هستش که کارفرما دقیق نمیدونه چی میخواد و بریفی که میده خیلی کلی هستش. برای همین ما میایم در واقع 2 مدل مودبورد میزنیم و مودبورد دوم 2 تا حالت متفاوت میزنیم. یعنی یه حالت رو اگه گرم و صمیمی میزنیم، یه حالت رو سرد و خیلی جدی و کلاسیک و اینطوری میزنیم که خودش بعداً انتخاب بکنه که کدوم رو بیشتر دوست داره. ولی این کارفرمای ما خوشبختانه میدونست که دقیق چی میخواد، بنابراین یک مودبورد برای این پروژه کافی بود. خب دوستان اینم از قسمت جذاب طراحی مودبورد که خودم به شخصه خیلی دوستش دارم، چون با توجه به بریفی که از کارفرما گرفتین میتونین به راحتی دنبال ایده های مختلف، انواع لوگوها و پکیجینگ و هویت بصری تو سایت های مختلف بگردین و این مودبورد قشنگ رو با پالت رنگی درست بکنین. و الان میرم در واقع مودبورد رو به کارفرما نشون میدم و هر انتقاد و پیشنهادی که داشته باشن رو با هم بررسی میکنیم تا بتونم یه لوگو خیلی خوبی رو طراحی بکنم. در واقع شروع میکنیم به اتود زدن. در کل طراحی مودبورد باعث میشه که شما درصد خطاتون خیلی بیاد پایین‌تر، چون هم با سلیقه کارفرما خیلی بیشتر آشنا میشین و هم کارفرما کاملا متوجه میشه که شما قراره که چه چیزی رو طراحی بکنین، چه پالت رنگی رو در نظر بگیرین و در واقع هویت و کانسپت برند به کدوم سمت میره. برای همین پیشنهاد میکنم حتما قبل از طراحی لوگو 1 الی 2 مودبورد طراحی بکنین و به کارفرما نشون بدین و با هم دیگه بررسیش کنین.